فقط کافیه تفاوت این دوتا نقش رو با هم مقایسه کنید که به قدرت بازیگری کیلیان مورفی ایمان بیارید. سلام، من علی بردبار هستم و این ویدیو اختصاص داره به مرد صورت یخی سینما کیلیان مورفی، بهترین فیلم‌های کمتر دیده شده ازش و حقایق جالب زندگی شخصیش. جالبه بدونید که رشته دانشگاهیش وکالت بوده و از اونجایی که همون ترم اول همه درساشو میفته به این نتیجه میرسه که به این رشته هیچ علاقه‌ای نداره. بعد از اون وارد عرصه موسیقی راک میشه و برنده بهترین اجرای انفرادی هم توی یکی از اجراهاش میشه و با همسر خودش هم ایوان مکگینس توی یکی از کنسرتاش آشنا میشه. سال 1996 اولین تئاتر خودش رو به اسم خوک‌های دیسکو انقدر قوی بازی میکنه که فیلم سینمایی همین کار هم سال 2011 با نقش آفرینی کیلیان مورفی روی پرده سینما رفت. یک درام عاشقانه و جنایی. Okay. Beautiful. You have to separate them. Where is she, Mom? سال 2002 یک فیلم ترسناک و زامبی محور رو به اسم 28 روز بعد بازی میکنه. یک فیلم با نمره 7.5 که داستان پخش شدن ویروسی وحشتناک در کره زمین رو نشون میده. رد آی یک فیلم هیجان انگیز با نمره 6.5 که کیلیان مورفی نقش خشن یک تروریست آدمربا داخل هواپیما رو بازی میکنه. Hi, that's actually my seat. You're kidding. You're not kidding. You tell the flight attendant and your dad dies. Cillian Murphy. Red Eye. سانشاین ساخته سال 2007 با نمره 72، یک فیلم علمی تخیلی که داره داستان کره زمین در سال 2057 رو نشون میده که خورشید مثل قبل قادر به گرم کردن کره زمین نیست و به همین خاطر یک سفینه رو به سمت خورشید میفرستن و کیلیان مورفی یکی از دانشمندان این سفینه است. So if you wake up one morning and it's a particularly beautiful day, you'll know we made it. بروکن ساخته سال 2012 با نمره 72 که کیلیان مورفی نقش یک معلم رو بازی میکنه که روی شخصیت و عزت نفس شاگرداش کار میکنه. Mike rescued me. I don't want to hear it again. You understand me? Do you understand me? It'll all go wrong, Dad. Everything always goes wrong. When only bad things happen. Good things happen. Like what? Skunk, it's Dad. Whatever you want, I'll give you. Someday she's just gonna blow us all away. You're my girl. آنتروپاد یک فیلم اکشن و جنگی بر اساس یک داستان واقعی که داستان دوتا سرباز جمهوری چک رو نشون میده که به وطن اشغال شده خودشون برگشتن تا یک سرباز نازی رو ترور کنن. ساخته سال 2016 با نمره 72. 30 seconds. If you're arrested, they will fight me. If we fail, I fear freedom will be wiped from the map. صبحانه در پلوتو ساخته سال 2005 که کیلیان مورفی داخل اون نقش یک ترنس رو بازی میکنه که به دنبال مادر گم شده خودش میگرده. برای ایفای این نقش برای اولین بار نامزد جایزه گلدن گلوب شد. یک فیلم تأمل برانگیز کمدی که حس طرد شدگی و البته عشق رو به خوبی نشون میده.
کوایت پلیس پارت 2. احتمالاً پارت 1 این فیلم ترسناک و هیجان انگیز رو دیده باشید. کیلیان مورفی با حضورش در پارت 2 این فیلم روح تازه‌ای به این فیلم میده. داستان زندگی خانواده‌ای که باید در سکوت برای بقا بجنگن. در قلب دریا، یک فیلم برگرفته از یک داستان واقعی، اکشن و ماجراجویی ساخته سال 2015 با نمره 6 و 9 که داستان گروهی رو نشون میده که برای صید نهنگ به اقیانوس میرن. What is it? کیلیان مورفی به همراه همسر و فرزنداش توی یکی از شهرهای کوچیک ایرلند زندگی میکنه و بارها اعلام کرده که هیچ علاقه‌ای به زندگی سلبریتی تور و فرش قرمز و زندگی هالیوودی نداره و دوست داره که به زندگی شخصیش احترام بذاره. هیچ صفحه شخصی توی فضای مجازی نداره، تا جایی که توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش میپرسن که میم‌هایی که ازت توی فضای مجازی پخش میشه رو دیدی، با تعجب میپرسه که اصلا میم چیه؟ Are you aware of the disappointed Cillian Murphy meme on the internet? The what? The disappointed Cillian Murphy meme. I don't. It's a meme. و اما رابطه کریستوفر نولان و کیلیان مورفی. این دو نفر اولین بار توی تست بازیگری نقش بتمن با هم آشنا میشن. نقش بتمن به کریستیان بیل میرسه، اما مورفی انقدر تست بازیگریشو قوی میده که از همونجا به بعد کریستوفر نولان تصمیم میگیره که توی تمام فیلماش از کیلیان مورفی به عنوان یک نقش مکمل استفاده کنه. سگانه بتمن، اینسپشن و دانکرک بهترین فیلمایی بود که کیلیان مورفی نقش مکمل رو برای کریستوفر نولان بازی کرد. اما در نهایت کریستوفر نولان تصمیم میگیره که توی فیلم شاهکارش به اسم اوپنهایمر از کیلیان مورفی به عنوان نقش اصلی استفاده کنه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما برای بهتر شدن ویدیوهای کانال یوتیوب نظر بدید و بگید که دوست دارید که بازیگر یا کارگردان بعدی که راجبش ویدیو ساخته میشه چه کسی باشه.